صفی‌الله قربانوف بیشتری وقتی کار و ایجادش را همراه با شاگردان در همین اتاق می‌گذراند. او به شاگردانش نازکی‌های هنری ترانه‌سرایی و موسیقی را می‌آموزاند. حاضر خیلی زمان می‌دونید الکی هر یک کس باید کامپیوتر دارد. مثلا در شعبه فرهنگ بسیاری سرودای همین آدم‌ها را ما تکمیل می‌تونیم. مثلا آهنگشون رو تیار می‌کنم. می‌برم حتی جایش میاد که آوازشون رو ضبط کنید. صفی‌الله 35 ساله در سن 2 سالگی به بیماری سرخشه گرفتار شد و بیناییش را از دست داد. نابینایی تنها علت این مرد نیست. او سالها باز به درد ستون مهره گرفتار است. 6 سال پیش وقتی درد کمرش طاقت فرسا شد، او تصمیم گرفت که برای طبابت بهتر همراه با زن و 5 فرزندش از ناحیه 5 به شهر قیراقم کوچ بندد. شمشورچه داداش قهرمانی ما نه پول دارد و نه ثروت. او در خانه اجاره میشند و هر ماه 300 سامانه اجاره پولی میدهد، اما با این همه دلش از زندگی سرد نیست. او برای آنهایی که 2 چشم بینا دارند آهنگ ایجاد میکند و در کامپیوترش ثبت مینماید. ما ولی نه در اسبابی همین سینتزاتور میسازیم. اول میسازیم در اسباب سینتزاتور و تکمیل میکنیم و صدای هر خیلی مثلا پوش میکنیم و بعد با کامپیوتر ثبت میکنیم. صفی‌الله صرفه‌کار است و قدر پولی را که با زحمت به دست می‌آورد خوب می‌داند. او کوشش می‌کند همه کارهای مربوط به تعمیر اسباب‌های موسیقی را نیز خودش انجام دهد. یک کلاویش میگیم، یک وایش کار نمی‌کرد. بردم اون سوز کرده دادم، بینم 500 سومان شد. گفتم که همین چی که باشد که 500 سومان گیرید. یک بار خونه آوردم و همونقدر اتیاکای گرفتم، گفتم یا وایرون شود یا سوز شدم در اون شب بینم یکون چیز نازک هم دست پدر. وی در 3 جا کار میکند و همگی با 800 سامانی ماهانه دارد. این پول برای زندگی 7 نفر کافی نیست، اما غرور انسانی صفی‌الله نمیگذارد که او از مشکلش به کسی شکایت کند. فقط گاه گاه دردش را در شعرهایش افشا میکند. راز میگویم و هم راز ندارم، چی کنم؟ نالم سر زد و آواز ندارم، چی کنم؟ کشتی عمر من از ضربه طوفان بشکست، راه نیست، قدرت پرواز ندارد، چی کنم؟ یگانه آرزوی این مرد با اراده داشتن یک منزل شخصی است. مقامات شهری و ولایتی تا حال عریضه‌های او را بی جواب گذاشتند. او آرزویش را در یک نامه به پرزیدنت فرستاده است و میگوید باور دارد که رئیس جمهور نامه‌اش را بی جواب نمیگذارد.